سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و گرامی. بازم می رویم با پیتزا خوردن. ما در این ویدیو برای شما عزیزان پیتزای ویتچینا یعنی پیتزای با شینکن درس درست کردنش رو شما تعلیم میتیم و عزیزان دیده تا آخر ویدیو با ما باشید. البته لایک و پد پیتزا را فراموش نکنید. 150 تا 180 گرم خمیر است. و خمیر را تنوک میکنیم و یکی از پیتزاهای خوشمزه این یعنی با همین شینکن درست کردن میباشد. در ویدیوهای گذشته ما گفتیم که ما تصمیم گرفتیم برای شما عزیزان تمام طرزی نمودهای پیتزا را پیتزاهای مشهور را میگوییم که تقریبا 60 یا 70 نمود پیتزا می شود میگوییم. یعنی پیتزا هم با خودش یک هر چیز را نمیخواهد. مثلا شما اگر که دو مواد رو یک جای کنید شاید که خوشمزه نشود. به همین خاطر ما تا قدر امکان تمام پیتزا ها رو میگوییم، بعد از اون با دیگر بخش خوراک ها میگذاریم. و پرکوب زدن هم یکی از مهمات است، یعنی باید که سوراخ کرد تا بود نکند، یعنی دم نکند. و زوز پیتزا یعنی 50 میلی گرم زوز پیتزا میگذاریم و به همین شکل تنوک میکنیم. ببینید چقدر زیبا میباید. خوب، ما ویتچینا را یعنی شینکن رو به 6 تقسیم کردیم چون که خوب در بالای پیتزا پخشش کنیم و از 180 تا 200 گرم پنیر یعنی سر که به زبان آلمانی می شود کیزه. خوب تنوک میکنیم که تا جای خالیش نماند و بسیارتر پنیر رو ما در زیرش میگذاریم چون که این در حساب گوشت ها با حساب میره و در بالایش کمی پنیر باشد کفایه هست و به همین شکل میگذاریم و کمی پنیر رو هم در بالایش پخش میکنیم. مثل همیشگی 250 گرادوس از 10 تا 15 دقیقه میگذاریم. تمام با همین پیتزای ما درست شد. میبینیم که چقدر پیتزای قشنگ آمده است. متاسفانه ما ویدیو رو وقتی ویدیو نوار برداشتن کمی رنگش رو تغییر دادیم و همین خاطر امیدوارم که این ویدیو به شما پسند میآید. عزیزان در آخر پس پیتزا و لایک رو فراموش نکنید. از شما چیزی نمی رود. این یک دستگیری شما برای ما هست که خدا از شما راضی باشد. در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.